رزق نمایی ممنوع، پوز دادن ممنوع. تا کجا میخوایم پوز بدیم؟ تا کجا میخوایم با مال دیگری افه بیایم پوز بدیم و بگیم من چقدر آدم مثلا ثروتمندیم، من چقدر طلا دارم؟ داستان براتون بگم. میخوام اثر کائناتی پوز دادن رو کامل براتون توضیح بدم. فکر کنید شما، من یه ماشینی دارم، مثلا من یه دونه مرسدس بنز 2025 دارم، حالا مثاله. بعد شما میای به شکل حالا مثلا یواشکی، دزدکی، یا نه اصلا با یه هماهنگی قبلی با کسی میری بغل ماشین من وای میسی، باهاش عکس میگیری، بعد عکستو میذاری اینستاگرام و خلاصه پوز میدی و میگی آره این بنز منه. حالا دیگه خیلی بدترشونه که الان معروف شده، همه میرن ماشین اجاره میکنن تو اینستاگرام، میان میگن ببینید ما این کارو کردیم پولدار شدیم. این پوز دادنه اگر من بفهمم به عنوان صاحب ماشین که تو اومدی با ماشین من پوز دادی، چه حسی بهت میده؟ من ناراحت کننده است. مردم، دوستان، توجه کنید، ما هر روز با رزقی که خدا به ما داده داریم پوز میدیم. مگه این چیزهایی که ما داریم، این ماشینی که داریم، این خونه‌ای که داریم، این ویلایی که داریم، اینا مال ماه که باهاش پوز بدیم؟ چه اجازه ما داریم باهاش اف میایم پوز میدیم، فخر فروشی میکنیم؟ تو حق نداری با مال دیگری که مال خدا پوز بدی. کسی هست بتونه بگه این مالی که من دارم خودم به دست آوردم، مال منه؟ ما در نهایت و در بهترین حالت مالها در جهان دست به دست داره میشه. دست یکیه میرسه، دست من میرسه دست کسی دیگه. خالق ثروت که ما نیستیم، خالق ثروت خداه. پس با مال خدا نباید پوز داد. خانمان سوزه، زندگی یک انسان رو کاملا نابود میکنه. ما اجازه پوز دادن نداریم. بعد میدونید چه اتفاقی این وسط میفته؟ یه روایتی میدیدم جالب بود. خداوند به پیامبر میگفت یا احمد، 4 تا قسم توش خورده بود، به عزتم و به جلالم و به عظمتم و به سطوتم. کسی که بگه خوبی که وجود داره برای منه، مثل همین پوز دادنی که الان دارم براتون توضیح میدم، قسم خورده خدا به خودش، به حضیض ذلت میکشونش، نابودش میکنه. میدونید یعنی چی؟ یعنی تحقیرش میکنه. خیلی دردناکه، زیاد جالب نیست این نکته‌ای که دارم بهتون میگم. یعنی خدا میگه تو با چیزی که من بهت دادم دل میسوزونی. مثلا اینکه حالا شما یه ماشین خیلی خوبی داری، میای جلوی مردم، میای توی مثلا یه فامیل وای میسونی اون ماشین تو، خب که چیشه؟ اگه خدا بهت داده برو لذتشو ببر، استفادهشو بکن. ولی چرا جلو بقیه میاری؟ چرا خودنمایی میکنی که چی رو نشون بدی؟ یا اینکه تا اینجا علنگو دست کردی، مثلا رفتی مهمونی اینطوری میکنی، مثلا یه چیزی رو نشون بدی. این یعنی چی؟ جز اینه که میخوای خودنمایی کنی، پوز بدی، اف بی آی؟ غیر از اینه؟ بعد این کار رو میکنی، تو زندگیت گره میفته به خاطر پوز دادن با مال کس دیگه‌ای که اینجا خداونده. بعد میگی چرا؟ و این اتفاق بدتر از اون میدونید چیه؟ این وسط چشم زخم ایجاد بشه. چشم زخم میدونید یعنی چی؟ همونطور که شما اجازه ندارید با حسادت کسی چشم بزنین، اجازه هم ندارید در واقع خودتون رو در معرض چشم قرار بدید. چنین اجازه‌ای ما نداریم اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. بعد یکی از ابتلاعات پوز دادن میشه چشم خوردن. یه عروسی فاخر میگیری، وسط عروسی دعوا میشه، شب داری میری تصادف میکنی، اورژانس میاد یکی سکته کرده. کم دیدیم هممون؟ همین الان مرور کنید، کم بوده مهمونای عجیب غریب گرفتیم و بعد هممون دیدیم که یه اتفاقی برای صاحبخونه افتاده، یا برای خودمون تجربهش داشتیم، یه بیماری شده، یه اتفاقی افتاده. و میخوام الان یه چیزی رو بهتون بگم خیلی بدتر از چشم زخم. خدا نکنه گوشه و کنار یه آدمی بشینه، هیچ ناله‌ای هم نکنه، فقط با خدا درد و دل کنه، بگه خدایا این آدمه، منم آدمم، این کار میکنه منم کار میکنم، این دل داره منم دل دارم، چیه من از اون کمتره که 8 گرون نومه، هرچی میدوام هیچی در نمیارم، بعد این اینطوری ثروت داره. خدا نکنه کسی آه بکشه به خاطر پوز دادن شما و من. میدونید چی میشه؟ دیگه اینجا اینطوری نیست یه اورژانس بیاد و یه تصادف بشه و یه پا بشکنه و یه دعواشه به خاطر یه چشم زخمی. از چشم زخم هم بدتره، دودمانمون برباد میره،
زندگیمون میسوزه، کامل و کامل و کامل زندگی میسوزه. بله میسوزه، چون حقمونه، چون کاری کردیم که نباید میکردیم. همونطور که من اگر کسی بیاد با ماشینم بره پوز بده بهم بر میخوره، برای من خدا همینه. مال خداه، مال ما نیست، فقط خدا عنایت کرده به ما داده. کسی هست بگه مال منه؟ اگر که چنین چیزی گفتین که همین الان از دین خدا خارج میشی. یعنی اگه کسی بگه این مال خودمه، نه آقا، اصلا عقلی، قرآنی، روایتی، شما هر جور نگاه بکنی مال ما نیست. اصلا این مال ما نیست. پس پوز ندیم. به خاطر این مسائل چشمی نکنیم. جاریت رفته یه چیزی خریده، تو یه چیز دیگه بگیری بعد بری اونو پوز بدی. این دودمان شما رو به باد میده، سیستم انرژی و چاکرایی شما رو نابود میکنه، چشم زخم میخوری. بعد میگیم ما چرا انقدر چشم داریم؟ بله، چون فلان روز و فلان سال فلان چیزو خریدی، چشم خوردگی داخلت مونده. یا نه، یه آهیه، یه گوشه یکی کشیده، اصلا تو خبر نداری، نمیدونی داری از کجا میخوری. بدونید یکی از ویژگی‌های مثبت یه زندگی خوب چیه؟ ما بدونیم داریم از کجا میخوریم. ما هر روز میگیم بابا چرا اینطوریه، نق میزنیم این مملکت اینطوریه، فلان اینطوریان، مدیرا اینطوریان و نه، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست. ما هر چی داریم میخوریم از اعمال خودمونه. از اون آه هست که نمیدونیم چیه، از اون چشم زخم هست که نمیدونیم چیه. چشم زخم حقه. ما اجازه نداریم با مال خداوند پوز بدیم. پوز دادن با مال خدا سرانجام جالبی نداره دوستان. نه با مالت. اگه صورت زیبایی داری، اگه استعداد زیادی داری، پوز نده، انقدر تو چشم ننداز. بچت خوشگله، چرا میاریش تو اینستاگرام جلوی بقیه مردم و فالوورا بچه‌تو به نمایش میذاری؟ این بچه‌م اول از این که مال خدا، خدا داده اون بچه رو به شما، چهره قشنگی داره، بازم اونو خدا داده. اون بچه بیگناهو میذاری جلو دوربین، همون بچه ممکنه چشم بخوره، هم خودت بخوری، هم یه کسی که بچه‌ای نداره یه آهی بکشه این چرا بچه به این خوشگلی داره من ندارم. اصلا عاقبت به خیر شما میشید، شما عاقبت به خیر میشه، خودت عاقبت به خیر میشی، اون بچه طفل معصوم 4 تا ممکنه بلا سرش بیاد. واقعا توجه داریم ما به این مسائل؟ 24 ساعت ماشینامونو به رخ میکشیم، همه چی رو نمایش میذاریم. خب که چیشه؟ برو حظشو ببر. چرا مردم اینقدر نشون میدی؟ چی بشه مثلا بگیم خیلی آدمای خفنی هستیم؟ خیلی خوب، چشای قشنگی داری؟ اوکی، عادی بیا بیرون. چرا یه جوری آرایشش میکنی، یه جوری نمایش میدی که همه ببینن؟ بله قشنگیه، آدم دوست داره قشنگی به نمایش بذاره، ولی میدونی اگه نیتت پوز دادن و نیتت این باشه که نشون بدی چی میشه؟ اگه کسی آه بکشه، موی قشنگی داری، پوست قشنگی داری، میدونی اگر کسی آه بکشه، میدونی اگه کسی ببینش و چشمی بزنه چه بلایی سرت میاد؟ نعمت خدا رو تلف کردیم. خدا به ما نعمت داده، پول، خودرو، ماشین، صورت، مو، پوست، سلامتی. با هر کدومش پوز بیایم برعکس میشه ماجرا، اتفاق جالبی نمیفته دوستان. خیلی خوب به این موضوع توجه کنید و حتما این ویدیو رو برای همه بفرستین و منو دنبال کنین. از این دست مطالب بیشتر خواهم گفت.